آقایون سلام، روز دوم یزد استوک. یه چیز خیلی جالب میخوام الان بهتون نشون بدم. این آسیاب یه اسکانیه، نگاه کنید خدا وکیلی چقدر جرم و کثیفی و خاک و گل و اتروغن این قبا تو میشه چیزی در آبیه. اینجا تمیز شده شم بهتون نشون بدم. اینا نگاه کنه کثیف کاری هایی شده. اینا اورینگ های اصلی آسیابیه. کنه دونه ای فکر کنم اینا دونه ای الان 400-500 تومن قیمتشه. آسیابی ها رو ما میایم باز میکنیم اینجوری ردیفی میذاره، بازش میکنیم و تمیزش میکنیم و دوباره الان نگاه کنید اینو اینجور حالتی میشه. چقدر تمیز و خوب. بعدش اینا رو سره هم میکنم. حالا یکیشونو بره تو سره هم میکنم ببینه. اینو بذارم دور بینه اینجا. مثلا اینو باز میکنیم پیچشو. اول روغن میاد میره، بعدش از این تو سولاخایی که اینجا در میاد. هرچه آشغالاتیه این ور میگیره، نمیذاره که بره تو چیش موتور و اینا. بهش میگن آسیابیه ماشین سنگی. اینو که کنه چیف میشه خودش یکم فشار بده. اورینگ حتما مخواد. حالا من دارم بدون اورینگ ببندم باز میشه این. حالا در حد ویدیو من دارم ببندم. من اورینگو حتما تو باشه بگیره. اینو اینجور حالت بسته میشه. صفر میکنه تو صفر میکنه ما تمام. این تا چیزی در میاد. اورینگ هم پشتی اینجا مخوره که چیزی روغن نریزه. حتما اورینگ مخواه. اینش هم اینجا کل کارش همینه. دست داره به قرآن مجید. خلاصه که کل اینا باز شده. هنو نیستی شخصا دیده تو سطل بود و بیرون کل اینا باز شده. تمیز میشه. اونا هم به وقتش تمیز میکنم و ببندم و تر و تمیز